السلام علیکم دوستان عزیز مهربان و شنوندگانی که این لحظه ما را تماشا میکنید. امیدوارم که هر کجایی که باشین سر بلند و خان آباد باشین. خب بچه‌ها، چند نفرانی که از روسیه با کارت های ملی جمهوری تاجیکستان پول روانه میکنین، عین زمان 119 سوم و 70 درهم در نظر گرفته شده است. تابلتکای مورچه و مازی فرنک اکسیا کردیم. نفرانی که میخواهند همخوابگی خوب کنند، همسرشان راضی باشه، مازی فرنک مهلت همخوابگی را از 15 تا 45 دقیقه دراز میکنه. تابلتکای مورچه برای نفرانی که خنکی دارن و اسپالینیوش میگیره. این چنین برای مردانگی را ترنگ کردن. در روز یک مرتبه میخری و هر کس زنگ از هنگ مدار میمونه، دوستت میداره، احترامت میکنه. اوید قرب اسعار ملی کورس بعضی حالت ها میشه پایان میفرویه، بعضی حالت های میشه که کورس بالا میروه. از همین لحاظ شما راه افتاده نشین، دلگیر نشین، انشالله همش خوب میشوه. میگه که بنده همیشه با امید است، چون که الله مهربان همیشه ذکر میکنه مسلمان است. کسی که ایمانش ضعیفه مسلمان نیست، پس اونا هرچی گفتن میگیرن، میترسن. اوه ایخه میشه، اوه ایخه میشه، ما چیکار میکنم، ما گشنگی دا میمورم، ما اکنون چیکار میکنم کروی ما بزیب شید. ایرا فراموش نکنین که وقتی که انسانیت در بطن مادر است، نگاه کنین در بطن مادر است، الله مهربان در تقدیرش نویسندگی چقدر پول میبیوید، بوی میشه، کم بغل میشه، چی کارا میشوه. انا که وقتی که انسان کلان که میشوه، خوبه از بد خودش انتخاب کرده میتونه. مثال میگیریم روز قروزی شما زیاد است، مثال میگیریم همین روز ده شما 2000 روبله یا 200 سومانی دارین، اما انتخاب از طرف شماست که ایرا در کجا رسخ کنین، در راه درست یا که در راه بد. اینش در تقدیر شما نیست، این وابستگی از خود شماست. برای شما راه افتاده نشین، کورس پایان میفرویه، بالا میروه. تقدیر نصیب ما در چیزی که باشه همون را ما دیده میتونیم. خب برادرها، هر عید قرب عصر ملی شما میتونین فکراتون در کامنتر بنویسونین. کامنتر شما را میخونم، حتما به کامنتر شما جواب میدم. باقی در امان الله پاک تا ویدیوی آینده. خداحافظ.